سلام، در خدمت شما هستم با آموزش کسب درآمد دلاری از پروژه اسمارت بایننس پرو و بانک هوشمندش که اخیراً توجه خیلی رو به خودش جلب کرده. شاید یکی از مهمترین دلایل استقبال از این پروژه اینه که افراد با هر سطح سواد، دانش یا مهارتی خیلی سریع میتونن رشد کنن و به درآمد برسن. این قرارداد هوشمند در بلاکچین رسمی کوین BNB یعنی BSCScan.com ذخیره و اجرا شده. وارد سایت میشیم تا یه نگاهی به قرارداد بندازیم. شما برای وارد شدن به صفحه هر پروژه در بلاکچین طبیعتاً باید آدرسش رو در این قسمت سرچ کنید. بسیار خوب، الان ما در صفحه کانترکت اسمارت بایننس پرو هستیم. در اولین قدم یک صندوق توجه ما رو به خودش جلب میکنه. این صندوق سازوکار جالبی داره که جلوتر دربارش صحبت میکنیم. شما با یک قرارداد هوشمند طرف هستید که تمام رخدادها و موارد اجراییش به صورت اتوماتیک بر اساس دستورات روز اولش اجرا خواهد شد. بنابراین خبر خوب اینجاست که در این اکوسیستم فرد یا تیمی به عنوان هیئت مدیره وجود نداره که قادر به تغییر یا تعیین عملکردهای این قرارداد باشه. یعنی این قرارداد به صورت اتوماتیک مادام العمر کار خواهد کرد و تمام حق مالکیتش با کاربران خواهد بود. پس شما بر اساس عملکرد و فعالیتتون میتونید به صورت دائمی درآمد خوبی رو تجربه کنید. خب اگه موافقید بریم سراغ آموزش نحوه فعالیت در این قرارداد. دوستان، این قرارداد هوشمندم مثل خیلی از پروژه ها، ایردراپ ها و توکن های مختلف در بلاکچین طبیعتاً به دنبال ارائه خدمات جذاب به کاربرانشه تا افراد بیشتری با خدماتش آشنا بشن و این قرارداد هوشمند رو روی کیف پول خودشون فعال کنن. هر چقدر باشگاه مشتریان بزرگتر، در نتیجه ارزش سهام بیشتر. در تکنولوژی بلاکچین شما برای اینکه بتونید از خدمات قراردادها استفاده کنید، ابتدا باید اون قرارداد رو روی کیف پول دیجیتالی خودتون فعال کنید. در واقع شناسنامه شما در قراردادهای هوشمند همون ولت یا کیف پول دیجیتالی شماست. حتی اگه در حوزه ایردراپ ها هم کار کرده باشید، میدونید که برای تبدیل توکن های جمع‌آوری شده به پول واقعی، ایردراپ از شما میخواد که در مرحله اول کیف پولتون رو بهش متصل کنید. بنابراین قدم اول برای ورود به اسمارت بایننس هم نصب کیف پول دیجیتالیه. خبر خوب اینجاست که شما تنها با پرداخت $100 میتونید این قرارداد رو به کیف پول دیجیتالی خودتون متصل کنید و برای همیشه از خدماتش بهره مند بشید. با ثبت شدن کیف پول شما در این قرارداد میشه گفت 4 تا آپشن برای شما فعال میشه. شماره 1 از همه مهمتره، ولی توضیحاتش بمونه برای آخر ویدیو که من در خدمت شما باشم و مفصل درباره‌اش صحبت کنیم. از آپشن دوم شروع میکنیم، یعنی گارانتی. در واقع این قرارداد پول در آوردن شما رو تضمین کرده و میگه چنانچه به درآمد نرسیدی میتونی از گارانتی استفاده کنی و پولتو برگردونی. برای استفاده از گارانتی فرد میتونه روزانه بی نهایت بار رایگان در قرعه کشی های $5 شرکت کنه و تا 18 بار برنده بشه، یعنی حد اکثر $90 دریافت کنه. شما هنگام شرکت در این قرعه کشی ها 3 تا انتخاب دارید که از بین عددهای 1، 2 و 3 باید عدد درست رو حدس بزنید. اگر درست انتخاب کرده باشید برنده اید. مورد سوم، تبریک میگم، شما سهامدار اولین بانک غیر متمرکز دنیا شدین. درست شنیدین، این قرارداد اولین اکوسیستم بانکداری غیر متمرکز در جهانه. تصور کن وارد یه بانکی شدی که هیچ پرسنلی نداره و همه خدمات در اون بانک به صورت هوشمند و اتوماتیک در حال ارائه است. خدماتی مثل وامدهی غیر متمرکز، سپرده‌گذاری غیر متمرکز به همراه سود و غیره. حالا شما چقدر سهام از این بانک دریافت میکنید؟ حداقل 300 واحد. البته شما میتونید سهامتون رو بعداً افزایش بدید، اما نگران نباشید، شما برای افزایش سهام خودتون نیاز به پرداخت پول ندارید. در این قرارداد شما با یک سیستم غیر متمرکز طرفید، یعنی سیستمی که یک تصمیم گیرنده یا مدیر عامل نداره، سیستمی که کنترل نمیشه و مالکینش خود مردم هستن. به این سیستم های مردم نهاد یا دائو هم گفته میشه. بنابراین تمام گردش‌های مالی این قرارداد به نفع کاربران خواهد بود. با توجه به این توضیحات و طبق بندهای قرارداد شما اینجا هر چقدر پول بیشتری در بیارید و پورسانت بیشتری دریافت کنید، بنابراین سهام بیشتری هم دریافت خواهید کرد. شماره 4، شما حدود 1 سال تا 1.5 سال تحت حمایت و آموزش‌های رایگان قرار می‌گیرید. آموزش‌هایی مثل نحوه ساختن کیف پول دیجیتالی، احراز هویت در صرافی آنلاین،
تبدیل ارزها به تومان و غیره که بابت گذروندن این دوره ها در هر جای دنیا طبیعتا ممکنه از شما پول دریافت کنن، ولی در این نوع تجارت ها چون کار تیمی مطرح هست شما میتونی از این مزایا به صورت رایگان بهره مند بشی. و اما برگردیم سراغ آپشن اول، یعنی هر پروژه‌ای که در بلاکچین هست اصطلاحاً دوست داره بیفته سر زبونا و میشه گفت اعتبار این پروژه ها و قراردادهای هوشمند به تعداد کاربرانیه که پس از وارد شدن به بلاکچین و ایجاد کیف پول خدمات اونا رو دنبال میکنن. مثلا شما یک پیج اینستاگرام رو تصور کن که داره خدماتی رو ارائه میده. به نظرت اعتبار یا درآمد یک پیج به چه عاملی بستگی داره؟ قطعاً اعتبار یک پیج به تعداد فالووراشه و صاحب پیج میتونه با روش‌های مختلف صفحه‌شو تبلیغ کنه و فالووراشو افزایش بده. در بلاکچین هم قراردادهای هوشمند با هم در رقابتن و این رقابت بر اساس تعداد کاربرانشونه. اما همونطور که از اسمشون مشخصه قراردادها روز اول برنامه نویسی و به صورت اتوماتیک اجرا میشن. بنابراین هیئت مدیره‌ای ندارن که کارهای بازاریابیشو انجام بده یا مثلا بره توی تلویزیون تبلیغات کنه. پس برای اینکه گسترش پیدا کنن نیاز به توسعه دهنده دارن و اینجا ما علاوه بر سهامدار میتونیم توسعه دهنده هم باشیم. اگه خاطرتون باشه اول ویدیو صندوق قرارداد رو بهتون نشون دادم. تمام ورودی های مالی حاصل از ثبت نام کاربران در هر لحظه درون صندوق جمع آوری میشه و از اونجایی که این صندوق مالک یا حقوق بگیر خاصی نداره که سهمی برای خودش بخواد، بنابراین تمام بودجه صندوق هر یک ساعت تخلیه و مبالغی که داخلش جمع شده به عنوان پاداش و خدمات به کاربران پرداخت میشه. 90% حجم صندوق در هر یک ساعت تقسیم میشه بین توسعه دهندگانی که در اون بازه یک ساعته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رشد پروژه اثرگذار بودن، یعنی افرادی که امتیاز دریافت کردن. میشه گفت هر یک امتیاز به صورت میانگین بین 15 تا 30 دلار ارزش داره. و اما 10% حجم صندوق هم در هر یک ساعت اختصاص داده میشه به توسعه دهندگانی که فقط ثبت نام کردن و هنوز امتیازی دریافت نکردن. این قرارداد برای افزایش سریعتر تعداد کاربرها یا کیف پولها از سیستم جذابی استفاده کرده. در واقع به هر توسعه دهنده‌ای که ثبت نام کرده 2 تا مجوز میده که اون فرد بتونه 2 تا کیف پول دیگر رو هم به این قرارداد متصل کنه. دقت داشته باشید این مجوز برای هر کیف پول فقط 2 تاست نه بیشتر. و اما بریم ببینیم چطور امتیازها محاسبه و پورسانت‌ها هر یک ساعت پرداخت میشه. برای مثال فرض کنیم این کیف پول بنفش امروز ثبت نام انجام داده و حالا میخواد 2 تا کیف پول دیگر رو هم به این قرارداد اضافه کنه. همونطور که ملاحظه میکنید در این حالت یک کیف پول سمت راست و یک کیف پول سمت چپ بعد از ولت بنفش با کمک ایشون فعال شده. پس تاثیرگذار بوده در رشد پروژه. بنابراین یک امتیاز دریافت میکنه، یعنی پایان همین دوره یک ساعته همزمان با مشخص شدن ارزش هر امتیاز پورسانتش به کیف پولش واریز میشه. خب شرایطی که برای کیف پول بنفش بود برای 2 کیف پول سبز هم هست. طبیعتا اون 2 نفر بعدی که ولتشون رو به قرارداد متصل کردن حالا دوست دارن امتیاز بگیرن و 2 کیف پول دیگر رو به این قرارداد اضافه کنن. زمانی که این کار رو انجام میدن اونا هم یک امتیاز دریافت میکنن و بابت تبلیغاتی که انجام دادن پورسانت میگیرن. اما در این حالت 4 کیف پول جدید به مجموع ولت بنفش هم اضافه شده، یعنی 2 جفت ثبت نام جدید. پس ایشون هم دوباره 2 امتیاز دریافت میکنه. به همین ترتیب مجموعه کیف پولها بزرگتر و بزرگتر میشه و درآمد هم افزایش پیدا میکنه. در واقع با پیگیری و آموزش شما به نقطه‌ای میرسی که ممکنه خبر نداشته باشی چه کسی در کجای دنیا 2 مجوزش رو به کی میده و کدوم کیف پول داره ثبت نام میکنه، ولی هر بار که وارد ولتتون بشید میبینید سهم شما در حال واریز شدن برای شماست. و اما چند نکته تکمیلی. طبق فرمول و بندهای قرارداد پشتوانه توکن یا همون سهام پروژه هر یک ساعت در حال افزایشه. اما به چه شکل؟ بر اساس این بند 10% از درآمد توسعه دهندگان ارشد، یعنی کسانی که بیشتر از 100 امتیاز دریافت کردند، در هر دوره یک ساعته به صندوق پشتوانه سهام تزریق و باعث افزایش ارزش سهام همه کاربران می شود و این پروسه به صورت دائمی ادامه خواهد داشت. حق دریافت امتیاز برای هر توسعه دهنده چند تاست؟ طبق این بند توسعه دهنده در هر یک ساعت تا 5 امتیاز حق دریافت داره. همچنین اگر بیشتر از 5 امتیاز برای اون آزاد بشه، امتیازهای مازاد بین خود او و همه توسعه دهندگانی که در اون بازه یک ساعته
امتیاز کسب کردن تقسیم خواهد شد. این یعنی نهایت عدالت و برابری، یعنی اضافه درآمد افراد حرفه‌ای و موفق میرسه به افرادی که امتیازهای کمتری دریافت کردن. به همین خاطر میشه گفت این سیستم فقط برای افراد حرفه‌ای یا با تجربه ساخته نشده و تمام انسان‌های جهان با هر سطح سواد و مهارتی میتونن در کنار موفق‌ها و با کمک آنها درآمدهای فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنن. برای اینکه به درک بهتری از روند شبکه‌سازی و پتانسیل درآمدی این قرارداد برسید، به این جدول نگاهی بندازید. این جدول با در نظر گرفتن اینکه ارزش هر امتیاز $25 باشه و انتخاب 2 شریک تجاری خوب برای شما فرضاً 1 ماه زمان ببره و اون 2 نفر هم برای انتخاب 2 شریک تجاری خودشون 1 ماه به زمان نیاز داشته باشن و این پروسه همین شکلی در تیم شما ادامه پیدا کنه، شما با همین شرایط فقط در ماه 11 تقریباً 2000 مجموعه دارید و بالای $25000 پورسان دریافت کردید. حالا میدونید چرا این کار به صورت تیمی انجام میشه؟ چرا حامی شما این ویدیو رو برای شما ارسال کرده و شما چرا بخشی از یک تیم خواهید بود؟ همه برای اینه که با کمک تیم و حامیان سرعت رشد و به درآمد رسیدن شما از فرضیه رشد 1 ماه سریعتر انجام بشه و شما زودتر به موفقیت مالی در این پروژه برسید. این اکوسیستم در حال حاضر مورد استقبال بسیاری از توسعه دهندگان دنیا قرار گرفته و هر لحظه در حال رشده و شما این فرصت رو داری که هرچه سریعتر به این پروژه اضافه شی و در کنار هزاران نفر درآمدهای خوبی رو تجربه کنید.